سلام، به پیلاتس بایفی خوش اومدی. امروز با یه تمرین فول بادی کنارت هستم که ماهیچه‌هاتو تقویت میکنه، انعطافو بالا میبره و یه حس تازگی بهت میده. آماده‌ای همه بدنتو به چالش بکشی؟ پس بیا شروع کنیم. روی مت یا یه زیرانداز نرم میشینیم و اول تمرینمون چند تا نفس عمیق میگیریم. دم عمیق از بینی و بازدم طولانی از دهان. حالا همزمان دستا رو ببر به سمت آسمان، دم با بازدم برگرد، ستون مهره‌هات رو کشیده میکنی، کمرت صاف. حالا دستا رو جلوی سینه نگه دار، کف دستا رو به پایین، با دم آرنج خم میشه، هر دو آرنج کشیده میشه به طرفین با زاویه 90 درجه و با بازدم برمیگرده جلوی سینه، دستا صاف میشه. حرکت دستا موازی زمین انجام میشه. 2 مرتبه دیگه با دم دستا رو باز میکنی، با بازدم برمیگردی جلو و حالا دستا رو خم نگه دار. از این به بعد دستا به طرفین باز میشه، راستای سرشانه، دستا صاف، دم میگیری، بازدم دوباره خم میشه برمیگرده. 3 مرتبه دیگه به همین صورت ادامه میدی. همچنان دستا موازی زمین داره حرکت میکنه. حالا خم نگهش دار، هر دو آرنج رو میاری به سمت پایین، به سمت پهلوات و دوباره برمیگرد. دم، بازدم. 5 مرتبه دیگه همین رو ادامه بده. با کمر صاف، گردن کشیده قرار گرفتی. به آخریش دستا رو پایین، تسبیح بالا تنه نگه می‌داری، فقط کف دستا رو بچرخون رو به بالا. به این صورت دستا باز میشه، دم میگیری، با بازدم برمیگرده، باز میشه به طرفین موازی زمین، آرنج جدا نمیشه از بالا تنه. 3 مرتبه دیگه دستا رو باز میکنی با نفس‌های عمیق. حالا دستتو باز نگه دار. حالا دستا رو میبری بالا به طرفین راستای سرشانه، آرنجا صاف میشه، دم، بازدم برمیگرده، خم میشه توی پهلو. 4 مرتبه دیگه به همین صورت تا جایی که میتونی کمرتو صاف نگه داشتی. مواظب باش گردن رو انقباض ندی با نفس‌های عمیق. حالا دستا رو باز نگه دار، شروع کن دایره بزن به سمت عقب. 1 2 3 4 5 6. حالا جهتش عوض. 6 5 4 3 2 و 1. خیلی هم عالی. حالا کف دستا رو به بالا میچرخونی به پشت سر، دم، بازدم برمیگرده پشت سر، انگار یه دیواری هست، دستت اونو هل میده به سمت عقب. 4 مرتبه دیگه. همچنان یادمون هست کمر رو صاف نگه داریم. میدونم سرشونه هات خسته شده. خیلی هم عالی. حالا دست چپ رو بذار روی زمین، دست راست رو بکش به سمت آسمون، یک کشش، دم، بازدم برگرد، جهت رو عوض کن، دست چپ رو میبری بالا، دم، با بازدم برمیگردی. خیلی خوب بودی تا اینجا، عالی. حالا میای جلوی مت قرار میگیریم به حالت نشسته، هر دو زانو خم موازی، دستا زیر رون پا، کمرت صاف، یه دم عمیق بگیر، با بازدم پشتتو گرد کن، میری به سمت عقب، با دم میای جلو، سینه باز میشه، چند بار حرکت رو انجام میدی، ستون مهره ها رو گرم میکنی. از اینجا حرکت پا رو بهش اضافه میکنیم، دم میگیری، با بازدم میای عقب، پای راست صاف میشه، دوباره برمیگردی جلو، میری عقب، پای چپ صاف میشه و میای جلو. 1 مرتبه دیگه به همین صورت میری عقب، ماهیچه های شکم درگیره، میای جلو و از اینجا یه تغییر کوچیک داریم. پای راست صاف میکنی، برمیگرده، پای چپ رو صاف میکنی، برمیگرده، حالا بالا تنه رو میاری به سمت جلو، دم میگیری، با بازدم میری عقب، آرنجا صاف میشه، پای راست صاف، پای چپ صاف، برمیگردی، سینه باز. 1 مرتبه دیگه، دم، بازدم، میای جلو،
حالا کاملا جلوی متت قرار میگیری، میخوای مهره به مهره به صورت رول بک بریم دراز بکشیم به کمر با سرعت کنترل شده. خیلی هم عالی. فاصله پاها به اندازه عرض لگن، دستا طرفین قرار داره. میخوایم بریم پوزیشن پل سرشانه. دم میگیری، با بازدم لگن رو از زمین بلند میکنی مهره به مهره و آروم برمیگردی. دم با بازدم باسن رو فشرده میکنی، لگن رو میاری بالا. این بار که اومدی بالا هر دو دست رو بکش ببر بالای سر روی زمین. دم با بازدم برمیگرده و حالا باسن رو میاری روی زمین. دم بازدم لگن رو بلند میکنی، هر دو دست کشیده میشه بالای سر، برمیگرده و کمر مهره به مهره میاد روی زمین. یک مرتبه دیگه میری تو پوزیشن پل، دستاتو میبری به سمت بالا. دم با بازدم برمیگردی. از این به بعد توی وضعیت پل میمونی و حالا دیگه فقط دستا رو حرکت میدی، میرن بالای سر. دم با بازدم برمیگردن دو طرف بدن. دم عمیق، بازدم، ارتفاع لگن رو حفظ میکنی تا جایی که میتونی و دو مرتبه دیگه حرکت دستا رو ادامه بده. باسن کاملا فشرده است، وزن بدن رو هل میدی به سمت زانوهات و حال آخریش مهره به مهره کمر رو میاری روی زمین. یکم ریلکس و حالا هر دو پا رو بلند میکنی 90 درجه، دستا رو به آسمان. یه دم میگیری، دست راست و پای چپ از مرکز دور میشه، میره به سمت زمین، کشیده میشه و برمیگرده. دم با بازدم، حالا دست چپ و پای راست. حرکت دست و پای مخالف رو داریم. تناوبی یعنی یک بار دست چپ و یک بار دست راست. با نفس‌های عمیق مراقب باش گردنتو انقباض ندی، پایین کمر رو چسبوندی به زمین. به حرکت سرعت نمیدیم، خیلی با آرامش. دست و پای دیگه که ثابته کاملا بی حرکت. حالا یک بار دیگه هر دو طرف رو انجام میدی، با دم بر میگرده و با بازدم دست و پا رو میکشی و دور میکنی. خیلی هم عالی. حالا دستا رو پشت سر قرار بده، پاها همچنان 90 درجه است. دم بگیر، با بازدم سر و شونه رو از زمین بلند میکنی و با دم برمیگردی روی زمین. 4 مرتبه دیگه به همین صورت ادامه میدی. اگه پایین کمرت خیلی درد گرفته میتونی پاها رو روی زمین نگه داری. گردن رو فشار نمیدی به سمت جلو، با کتفت بلند شو، آرنجا رو باز نگه دار و حالا آخریش آفرین. خب این بار که سر و شونه رو بلند کردی، پای راست میره خم زمین رو تاچ میکنه، برمیگرده و پای چپ. حالا آروم سر برگردون روی زمین، ریلکس. دم با بازدم میای بالا، یه بار پای راست، مچ پا پوینت، یه بار پای چپ، سر و شونه پایین. 2 مرتبه دیگه حرکت رو به همین صورت ادامه میدی، ولی سعی کن پا رو دورتر ببری، زمین رو تاچ کنه. آفرین. و مرتبه آخر پای راست، دم پای چپ، برمیگردی. زانوهاتو بغل کن تو سینه، یکم ریلکس، کشش. خیلی هم عالی. حالا اگه زحمتتون نیست دوباره پاها رو 90 درجه نگه دارین، دستا پشت سر، سر و شونه رو بلند میکنی از زمین. این بار آرنج چپ و زانوی راست رو به هم نزدیک میکنی، برمیگردی وسط. دم با بازدم آرنج راست و زانوی چپ و هر بار اون یکی پا میره جلو، نوک به زمین میزنه و برمیگرده بالا. با دم و بازدمت حرکت رو هماهنگ کن. دم میگیری با بازدم، پیچ بالا تنه، با دم برمیگردی وسط و سمت دیگه، پیچ به سمت چپ،
پای راست زمین رو تاچ میکنه و پیچ به سمت راست، پای چپ. و حالا مرتبه آخر پیچ به سمت چپ. سر و شونه رو میاری روی زمین، دستا رو باز کن، زانوها رو بغل کن به سمت سینه، یکم غلط ریز به پهلوها. دوباره کف پاها روی زمین، زانوها چسبیده، دستا یکم دورتر از بدن، دم بگیر با بازدم. زانوها میرن سمت راست، نگاهت سمت چپ، برمیگرده وسط، بازدم، زانوها سمت چپ و نگاهت برعکس. یک مرتبه دیگه راست و یک مرتبه دیگه چپ. برمیگردی وسط، دستا پشت رون پا، با یه گهواره میای بالا و از همینجا مستقیم میریم یه چایلد پوز. کف دستا رو روی زمین قرار میدی، پاها به سمت عقب، باسن رو ببر روی پاشنه های پا، کشش پایین کمرت رو احساس میکنی، یکم ریلکس. حالا پنجه های پا روی زمین، لگن رو از زمین بلند میکنی، میری پوزیشن قله، باسن رو فشار میدی به سمت عقب، کشش پشت پا و بالا تنه رو میکشی به سمت جلو، پوزیشن خطکش، دستا عمود به زمین، کورتو درگیر کن، پای راست و خم بیار جلو به سمت آرنج راست و حالا پای چپ. حرکت اسپایدرمن هست، زانو یکم متمایل به سمت خارج و حالا 4 مرتبه دیگه ماهیچه های شکم رو درگیر کردی، فشرده با دم و بازدم. حالا باسن رو میبری به سمت بالا تو پوزیشن قله، یه نفس عمیق، زانوها رو آروم بیار روی زمین و چایلد پوز. دمت گرم، خیلی خوب بودی. خب حالا میایم روی پهلو دراز میکشیم. برای تمرین بعدی یه دست رو زیر سر قرار میدی، هر دو پا رو صاف و کشیده نگه دار، یک دست جلوی سینه برای حفظ تعادل. حالا پای روی خم میشه، حرکت میکنه روی پا تا زانو خم به سمت زمین، برمیگرد. با دم زانو رو باز میکنی به سمت بالا، با بازدم موازی زمین، مچ پا پوینته و حالا 2 مرتبه دیگه. این بار زانو رو آوردی موازی زمین، پا رو صاف میکشی به سمت جلو، برمیگردونی، دوباره زانو به سمت بالا، دم، بازدم، زانو موازی زمین، دم، پا رو صاف میکنی، بازدم برمیگرده. به همین صورت ادامه بده 3 مرتبه دیگه. مواظبیم که بالا تنه به سمت جلو یا عقب نچرخه، نگاهت رو به رو و مرتبه آخر پا رو صاف نگه دار و حالا ضرب بزن به سمت بالا و پایین. زانوی زیری رو خم نگه دار روی زمین. 8 7 6 5 4 3 2 و 1. ماشاءالله، دمت گرم. حالا آروم از پهلو بلند میشی، دستی که زیر سرت بود ببر به سمت آسمون، یه دم عمیق کشش میدی به پهلو، بازدم برگرد و میریم میخوابیم سمت دیگه روی پهلو. یه دست رو زیر سر قرار میدی، یه دست جلوی سینه برای حفظ تعادل، هر دو پا رو صاف و کشیده، مچ پا پوینت. حالا پای روی رو خم میکنی تا زانو، دم میگیری، بازدم، پا خم میشه به سمت زمین، موازی زمین و برمیگرده. بالا تنه رو تا جایی که میتونی ثابت نگه دار. از مفصل ران و لگن هست که پا حرکت میکنه، نگاهت رو به رو، مچ پا پوینت و 1 مرتبه دیگه اینجا پا رو موازی زمین نگه دار، صاف کن به سمت جلو، خم میشه و زانو بالا.
دم، باز دم خم میشه، صاف به سمت جلو، دوباره خم و به سمت بالا. حرکت رو با کنترل انجام بده، با قدرت. مچ پا رو پوینت نگه دار، چون باعث میشه ماهیچه های ساق پاتم درگیر باشه. و حال آخریش پا رو موازی زمین نگه میداری، صاف و کشیده، زانوی زیری خم. شروع کن ضربه بزن با پا به سمت بالا. 8 7 6 5 4 3 2 و 1. عالی. زانو رو خم میکنی، آروم از پهلو بلند میشی، دستتو میبری به سمت آسمون، یه دم عمیق، کشش، با بازدم برمیگردی. برای تمرین آخرمون میایم روی شکم دراز میکشیم. دستا رو کنار لگن قرار میدی، کف دستا رو به بالا، فاصله بین پاها و اندازه عرض لگن. با دم سر و سینه رو از زمین جدا میکنی، میاری بالا و با بازدم برمیگردی. دم عمیق، سینه رو بلند میکنی از زمین، برمیگردی. 4 مرتبه دیگه انجام میدی. سر رو در راستای ستون مهره ها بلند میکنی، کتفا رو از پشت به هم نزدیک کن. و مرتبه آخر سینه رو بالا نگه میداری، دستا رو هم بلند کن موازی زمین، کف دستا رو به بالا. حالا میچرخونی، یک بار به سمت بالا و یک بار به سمت پایین حرکت میدی. این سگ کوچولو هم فکر کنم از پیلاتس خوشش اومده. 2 مرتبه دیگه با نفس‌های عمیق. حالا کف دستا رو به بالا نگه دار و شروع کن ضربه بزن فقط به سمت بالا. 6 تای دیگه. 5 4 3 2 و 1. حالا دستا رو میاری جلو، یه دم عمیق، دستا باز میشن به سمت پشت سر. سینه رو دوباره بلند کن، بیشتر از اونی که تا الان می اومدی بالا. نفس عمیق، کتفا رو از پشت سر به هم نزدیک میکنی، دستا رو میکشی عقب. آخر تمرینمونه، بمون با من. حالا مرتبه آخر دستا رو بکش به سمت عقب، سینه رو باز کن، پوزیشنتو نگه دار برای چند لحظه. نفس عمیق. عالی، خیلی خوب بودی. دستا رو برگردون جلو، پیشونی رو روی دستات قرار بده. حالا نوبتی پاها رو از زمین بلند کن، با زانوی صاف، پای چپ و پای راست. با دم میاری بالا، بازدم برمیگرده، شونه هات ریلکس باشه. 1 مرتبه دیگه چپ و 1 مرتبه دیگه راست. حالا دستا کنار سینه، لگن رو بلند میکنی از زمین، باسن رو برسون روی پاشنه ها. چایلد پوز یا کشش سجده. برای چند لحظه بمون و از این آرامش و سکون لذت ببر. حالا آروم بلند میشی، میایم به حالت نشسته قرار میگیریم، با پشت صاف. دست راست رو ببر به سمت آسمون، خم میشی، یه دم عمیق، بازدم برگرد. حالا دست چپ، کشش میدی سمت چپ بدن تو. 1 مرتبه دیگه دست راست، دم عمیق، بازدم و سمت چپ، نگاهت به آسمون، برمیگردی. حالا دست راستای سرشانه، بازوی راستتو کشش بده، انگار یه دیوار پشت سرته و با کف دست فشار میدی به سمت عقب. حالا کف دستو بین 2 تا کتفت بذار و آرنج به سمت بالا، نگاهت رو به رو. دوباره دستا باز میشه، دم با بازدم، بازوی چپو کشش بده، آرنجو ببر به سمت بالا و کشش. گردن رو خم نکن. دوباره دستا رو باز میکنی، یه دم عمیق، با بازدم خودتو بغل کن، انرژی مثبت درونتو حس کن. دستا باز، یه دم، دستا رو جابجا میکنی و دوباره خودتو در آغوش بگیر.
نوازش کن. و حالا آخر تمرینمون چند تا نفس عمیق میگیریم. دم عمیق، دستا رو ببر به سمت آسمون، با بازدم برگرد. تمرین امروزمون به پایان رسید. خیلی ممنون که منو تو این جلسه همراهی کردین. اگر خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید که انرژی مثبت میفرستید. ویدیو رو با دوستان و اعضای خانواده به اشتراک بذارید. و یادتون باشه رمز موفقیت تو ورزش استمراره. شاد و سرحال. جلسه بعد روی متن میبینمتون.